سلام به همه شما دوستان عزیز کانال طبیب الاطباء. دوستان عزیز، امروز میخوام در مورد یک مطلب مهم در بحث آلزایمر برای شما توضیحاتی بدم. امیدوارم مورد پسند و استفاده شما عزیزان قرار بگیرید. علت آلزایمر: این افراد 4 برابر بیشتر فراموشی میگیرند. آلزایمر علل مختلفی دارد، اما عادتی در برخی از ما وجود دارد که ابتلا به این اختلال را افزایش می‌دهد. پس با آگاهی از این عادت از ابتلا به آلزایمر تا حد زیادی جلوگیری کنید. با نخوردن این وعده غذایی زودتر آلزایمر می‌گیرید. در چند سال گذشته آگاهی و درک مردم از بیماری آلزایمر افزایش یافته است. علائم آلزایمر در واقع در دهه 60 شروع می شود، اما کاری که ما در دهه 30 و 40 زندگی خود انجام می دهیم تأثیر شدیدی بر آن دارد. سبک زندگی نامناسب، الگوهای غذایی نامنظم و عدم فعالیت بدنی موارد پایه‌ای را برای این بیماری ایجاد می کند و شروع به تاثیرگذاری بر عملکرد مغز ما می کند. نخوردن صبحانه و 4 برابر خطر بیشتر ابتلا به آلزایمر. این بیماری با چیزهای کوچک شروع می شود و وقتی وارد دهه 60 زندگی خود می شویم نشانه ها واضح تر می شوند. چنانچه در بخش بهداشت و سلامت می خوانید، یکی از عاداتی که می تواند خطر ابتلا به آلزایمر را تا 4 برابر افزایش دهد عادت به نخوردن صبحانه است. در واقع صبحانه مهمترین وعده غذایی روز است. خوردن یک وعده غذایی مغذی و سالم در صبح می تواند کمک کند تا تمرکز داشته باشید و شما را در تمام طول روز فعال نگه خواهد داشت. از طرفی هم نخوردن صبحانه می تواند باعث بدخلقی و احساس خستگی در شما شود. یک مطالعه جدید ثابت می کند که نخوردن اولین وعده غذایی در روز می تواند خطر ابتلا به آلزایمر را در آینده افزایش دهد. مطالعه‌ای در ژاپن انجام شد که هدف درک ارتباط بین عادات سبک زندگی و آلزایمر بود. این مطالعه بیش از 6 سال طول کشید که در آن حدود 525 سالمند 65 سال به بالا شرکت کردند. در پایان این مطالعه مشخص شد که صرف نظر از جنسیت و سن، شرکت کنندگانی که صبحانه نمی‌خوردند 4 برابر بیشتر در معرض خطر ابتلا به آلزایمر بودند. این مطالعه همچنین نشان داد که سایر عادات رژیم غذایی مثل خوردن میان وعده هم باعث افزایش خطر ابتلا به زوال عقل در یک فرد می شود. این بررسی ثابت کرد افرادی که میان وعده می خورند 2.7 برابر آنهایی که به میزان نمک توجه ندارند 2.5 برابر و آنهایی که اهمیتی به داشتن رژیم غذایی متعادل ندارند 2.7 برابر بیشتر در معرض خطر فراموشی در طول عمرشان هستند. به غیر از عادات صبحانه چندین عادت دیگر نیز وجود دارد که میتواند فرد را در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دهد. انجام اقدامات مناسب در زمان مناسب میتواند به کاهش این مشکل در مراحل بعدی زندگی کمک بسزایی کند. برای کاهش خطر ابتلا به آلزایمر چه بخوریم؟ برای کاهش خطر ابتلا سعی کنید یک وعده غذایی سالم و مغذی را در رژیم غذایی خود بگنجانید. یک وعده غذایی متعادل سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی می تواند به شما در مبارزه با چندین بیماری مزمن از جمله آلزایمر کمک کند. برخی از غذاهایی که باید در رژیم غذایی خود بگنجانید: غلات کامل، آجیل و دانه ها، چربی های سالم، سبزیجات و میوه ها. دوستان عزیز، امیدوارم از این مطلب لذت برده و استفاده کرده باشید. لطفاً سایت کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید تا جدیدترین مطالب همیشه در اختیار شما عزیزان قرار بگیره. موفق و مؤید باشید.